میگویند خوجین ما عروس است، آدم خوب است، در وقتش پولامون رو میدهد. اجازت است که دعا کنیم در حقش. در حق کافر دعا کردن یعنی دعای نیک کردن اجازت است، فقط رحمت و مغفرت نمیپرسید بلکه هدایت میپرسید. الله سبحانه و تعالی او را هدایت کند. گفته دعا میکنید چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق یک چند مشرک ها دعای نیک کردند و امام بخاری گفتند که باب الدعاء للمشرکین، باب درباره دعا یعنی دعای نیک در حق مشرک ها. و چند حدیث ها را آوردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم اللهم اهد دوس و ati بهم، پروردگار قبیله دوس را هدایت کن گفتند. و همین گونه در یک چند حدیث ها دعای نیک از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق بعض مشرکان صادر شده است، چه که دعای بد هم در حق بعض مشرکا کردند. یعنی مادامی که راهبر شما راهبر عادل است، فقط که او کافر است، بله میتوانید شما مثلا در حقش علل خصوص غایبانه دعا کنید که الله هدایت کند و در رو به رویش هم میتوانید برایش صحت و سلامتی پرسید، یا اینکه گویید که مثلا الله تعالی تو را خوشبخت گرداند گویید و خوشبختی به ایمان نمی شود. مقصود الله تعالی تو را هدایت کند. والله اعلم.